وضعیت همین خیل ادامه یابد، مردمی ونج درواز تحقیر و شکنجه شوند. من طرفدار اون هستم که همین دو ناحیه است یا هیئت ولایت برآمده برشت یا کلاب همراه شوند. این چی کار است؟ این چی تحقیر است؟ اگر همین جنایتکار محمد باقر جزا نگیرد مجبور میشیم که رفته در غرم یا در کلاب کار و فعالیت کنه. من از مقامات حفظ حقوق قاطعانه خواهش می‌نمایم که نسبت عملهای جنایتکارانه محمد باقر که به شأن و شرف من و در سیمای من به شأن و شرف زیایان و آموزگاران و ساکنان ونج تأخیر نمود، چاره‌های قانونی اندیشیده شود. در عکس حال من به مقامات بالایی کشور شکایت میکنم. وضعیت همین خیل ادامه یابد، مردمی ونج درواز تحقیر و شکنجه شوند. من طرفدار اون هستم که همین دو ناحیه است یا هیئت ولایت برآمده برشت یا کلاب همراه شوند. این چی کار است؟ این چی تحقیر است؟ اگر همین جنایتکار محمد باقر جزا نگیرد مجبور میشیم که رفته